سلام و درود خدمت دوستان همراه. هیچ میدونستین وزیر آموزش و پرورش امارات متحده عربی یکی از بانوان ایرانی الاصله؟ آره، خانم ساره امیری متولد سال 1366 که خانواده‌اش سالهای دهه 50 از ایران مهاجرت کردن. او اصالتا سیستان بلوچستانیه که در امارات متولد میشه. ساره امیری دارای مهندسی کامپیوتر از دانشگاه آمریکایی شارجه در سال 2004 تا 2008 و کارشناسی ارشد همین رشته رو در سالهای 2010 تا 2014 دریافت کرده. در سال 2017 ساره امیری به عنوان وزیر علوم پیشرفته منصوب میشه و هدف این وزارتخونه ترویج تحقیقات علمی و نوآوری‌های تکنولوژیک در امارات متحده عربیه. طبق حکمی که شیخ محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دبی برای ساره امیری صادر کرده، ایشون حتی مدیر پروژه پرتاب ماهواره امیدم بوده و رئیس شورای دانشمندان دبی. این شورا به هدف تشویق جوانان به سمت رشته‌های علمی و پژوهشی تشکیل شده و ساره امیری به خاطر تلاش‌ها و دستاوردهاش در زمینه علوم و فناوری جوایز و افتخارات متعددی رو دریافت کرده. خانم امیری یکی از 50 دانشمند جوان در جهانه که در سال 2020 به عنوان یکی از مدیران پروژه کاوشگر مریخ پیمای امید مشغول به کار بوده. ایشون حالا یک بار دیگه به گزارش رسانه‌ها به عنوان وزیر آموزش و پرورش امارات متحده عربی منصوب شده و حاکم امارات گفته بچه‌های نسل جدید باید زیر دست این خانم تربیت بشن. این بود رد پای یکی از زنان ایرانی موفق در دنیا. با آرزوی موفقیت و سربلندی برای ایشون و تمامی ساکنین این کره خاکی. When we first started on the Mars mission, I think the average age was about 27. Out of the team, and what that helped is a true reflection of the outcomes of the higher education process, where in the sciences and in STEM at large,